اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیوی پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، باز با هم در روز جمعه مبارک با هم در برنامه آستانه هستیم و امروز همراه شما عزیزان درباره موضوع صحبت میکنیم که برای هر یک خانواده، چون در هر یک خانواده مادر وجود دارد، خیلی مهم است. آن هم موضوع سوادناکی زنها و یا برعکس به بیسوادی زنها که گناهکار می باشد. بیایید اولا به عرف و عادتی که در تاجیکستان ما هست یک نظری کوتاه داشته باشیم. هر وقتی که شوهر یا خود داماد برای خود عروس انتخاب میکند و یا عائله برای خودشان عروس انتخاب میکنند، اولین چیزی که آنها در عروس میخواهند ببینند این نبودن بیماری هست. هیچ خانواده عروس بیمار را به خانه خود نمیخواهد و البته بعد از اینکه میفهمند که عروس هیچ بیماری جسمانی ندارد، از چابکی و چقانی او میپرسند که تا چه اندازه این عروس به کارهای خانه میتواند رسانیدگی کرده باشد و از خویش و تبارش و دیگر حسن و جمالش. و از همه عجیبش و این جای تأسف آور در آن است که نفرانی که پیش از اینکه درباره چقانی عروس و یا زیبایی عروس و یا از خاراکتر عروس پرسند، درباره سواد عروس تا چه اندازه است میپرسیده باشند خیلی کم هستند. گویا که در جامعه مهمترین چیز برای زن اول شده البته که صحتمندی در همه جا هست، این چقانی او در کارهای خانه، در روبچین و پخت و پز و دیگر کارهای صحرا و اینها باشد، اما به بسوادی عروس کسی اهمیت نمیدهد. انا همین خودی به سوادناکی زن اهمیت ندادن و زنهای باسواد را احترام نکردن و اولویت را اول به نفران باسواد ندادن سبب شده است که در همه خانواده از اولین وقتی که دخترچه خودش را الکی میشناسد به او یاد میدهند که تو باید کارهای خانه را یاد گیری، زیرا عروس میشوی. اگر کارهای خانه را به درستی انجام ندادی، تو را از خانه پیش میکنند به گفته ما، یا اینکه تو را از خانه میرانند. و همین گپ در ذهن تمام دخترها از کوچکی چسبیده است که من باید کارهای خانه را خیلی خوب انجام داده توانسته باشم و من باید همچون یک خادم به خانه شوهر بروم. و اینکه تو باید درس بخوانی، اگر درس نخواندی در آینده برای تو همه زندگی مشکل می شود. اگر درس نخواندی تو نه حق پروردگارت را میشناسی، نه حق خودت را، نه کسی تو را حرمت میکند، نه تو کسی را احترام درست کرده میتوانی. از این چیزها خبری نیست. و چگونه که عرض کردم، اولین چیز برای هر مرد شاید که این باشد که آن زن آیا درست همسری کرده میتواند، به کارهای زندگی چی خیل نگاه کرده میتوانسته باشد و آیا او مادری خوب شده میتواند یا نه. و نگاه کردن از لحاظ مادری هم به یک زن از خود سواد اونه و از چابکی و چقانی او میبیند. مادرش 10 تا 7 تا فرزند داشت و در خانه خیلی با جیانجه هایش، برادرهای خردیش معامله خوب دارد و او یک مادری خوب میشود. گویا که برای مادر بودن هم سواد هرگز حتمی نیست و چالاکی و چقانی حتمی باشد. و انا این جامعه ما را به جای رسیده است که سال از سال خودی سواد زنها کم شده ایستاده است. سال از سال هوسمندی خودی
پدر و مادر هم برای فرزند خود علل خصوص دخترک خود را باسواد کردن کم شده ایستاده است. گویا که خوشبختی اساسی و یا خود موفقیت در زندگی زن و شوهری و عموما آینده را زن از سواد خود نه با آن چقانه و دست و پای خود پیدا میکند و گفته میه سر زن برای این چیز هیچ اهمیت ندارد. ولی اگر از نزدیک نگاه کنیم حتی از تاریخ هم مثال آورده میتوانیم که اساسی مشکلی در هر یک خانواده حتی در کشورها این سببی بیسوادی امت است. هر ملتی که در آنجا بیسوادی زیاد شدن میگیرد مردم قشق شدن میگیرند، مردم در جهل و ضلالت زندگی کردن میگیرند و زنی که سواد ندارد پیش از همه مشکلیش با خودش هست، چون خودش را نه حق خودش را میشناسد نه خودش را احترام میکند و به خاطر یک چیزهای عادی کوچک میتواند کل دنیا را به جنگ اندازد. و این چنین زنهایی که سواد ندارند آنها نه از عهده تربیت فرزند برآمده میتوانند نه درست معامله کردن با خویش و تبار خود، با خویش و تبار شوهر و با خود شوهر را دارند. و گفتیم اصلی مشاکل و علل خصوص جنگ و جنجال های عائلوی شروع می شود از یک نفر بیسواد یا از عروسی بیسواد یا از یک نفری که نه سواد دارد و نه او قدرت درک کردن دارد. برای آنکه اساسا نفرانی که سواد دارند و صاحب علم هستند یک مسئله را به زودی قضاوت نمی کنند، اول اطراف آن را می بینند، اول می بینند که مسئله چی است، آیا در همین باره برای جنگ و جنجال کردن ارزش دارد و یا اینکه آیا این مسئله را از راه دیگر هم حل کرده می شود و یا اینکه یک باره عصبانی شویم و به داخل جنگ و جنجال وارد شویم. پس بیایید ببینیم که خود جهل و علل خصوص بیسوادی یک دخترک سبب می شود که این دخترک در یک اول شده از خانه پدر و مادر خود شروع کرده تا خانه شوهر تا فرزندها تا در آینده خوشدامن شدن و چیزی دیگر شدن ضررش به اطراف رسیدن میگیرد. و چگونه که گفتیم اساسی خود مشکلی ها در امتان گذشته هم ببخشید این جهل بود. و اگر به قرآن کریم نگاه کنیم هم وقتی حضرت نوح قوم خود را خطاب میکنند میگویند و یا قوم لا اسألكم علیه مالا این اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. ای قوم من، بعد که مشکلی ها ایجاد کردن و گفتن نفران کمبغل را از اطرافت بیرون، ما نمیخواهیم مسلمان باشیم در حالی که در اطراف تو کمبغلان وجود دارند، خودی نوح میگویند اینی اراکم قوما تجهلون، من شما را یک قوم جاهل میبینم. این سخنی که شما گفته ایستادید ایده از مردم را در درجه پایان نگاه کردن و خودتان را بالاتر از دیگرها نگاه کردن، این بجز جهل دیگر چیزی دیگری نیست. پس اگر به اکثریت پرابلم ها و یا مشکلی ها نگاه کنیم سر میزند از منمنی، خود را بالا گرفتن، دیگران را گوش نکردن، به مصلحت یگان نفری که تجربه دارد و یا به نصیحت یک نفری که دلسوز است گوش نکردن و خودم میدانم گفتن که متاسفانه در ما زنها زیاد است. سببش همون جهل است. جهل است که در قوم نوح هم بود و زنی که جاهل است عزیزان بدانید که نه کسی را قبول دارد نه خودش را از کسی پایانتر میداند و برای او بجز یک دو نفری که آن هم از جهت عاطفی خیلی شدید مثل مادر، بعضی مثل خاله، مثل خواهر، نصیحت دیگران همه پوچ است. برای همین بعضی از خاله ها نفرانی که سن و سالشان بالاتر است میگویند عروس 18 ساله من اگر 100% من گویم که شیر سفید است او سیاه میگوید، تماما گپی مرا نمیگیرد، هرچی گفتم او میگوید من میدانم شما به من چیزی نگوید یا اینکه برعکس گفته مرا میکند. گویا که اون چیزی که من میدانم و
او خودش هم میداند هرگز دیده و دانسته قبول ندارد که خود جهل زن سبب می شود که حتی حقیقت را قبول نکند. و در قوم لوط هم همین طور خود حضرت لوط میگویند اینکم لتعتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. ای قوم من، این پلیدی که شما کرده ایستاده اید و آن گناه کبیره که شما دچار هستید بلکه از همان جهلتان است. انتم قوم تجهلون، شما مردمی در جهالت افتاده هستید. و به این نگاه کنیم که اکثریت گناه ها هم از دروغ گفتن، از غیبت کردن، از دزدی کردن، از عموما بالای شوهر خود یگان تهمت کردن یا بالای خواهر شوهر خود یا فرزندان خود را بی‌رحم زدن و به گناه دچار شدن انسان هم اول شده این خود جهل می شود که اکثریت مشکلی هایی که در زنها هست این از همان جهل آنها سر می زند. پس پیش از آن که فکر کنیم که دخترک تا چه اندازه چقان است، یک زن تا چه اندازه در مهمانداری، در روبوچین، در پخت و پز قابلیت دارد، بدونیم که سواد او، درجه فکر او، یک مسئله را تفکر کردن و نتیجه برآوردن او هم تا چه اندازه است. و درباره بنی اسرائیل هم، یعنی از هر یک قوم ما میتوانیم مثال بیاریم که اساس مشکلی در جهل آنها بود. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در بخاری و مسلم است میگویند این من اشراط الساعه ان یرفع العلم و یثبت الجهل و یشرب الخمر و یظهر الزنا. از شرط های و علامت های روز قیامت این است که علم برداشته می شود و جهل در همه جا پهن می شود و عرق نوشی زیاد می شود، زنا هم ظاهر می شود، مردم نترسیده و شرم نکرده زنا می کنند و با همین لفظ در حدیث دیگر قتل هم کشی هم زیاد می شود. و ببینید که اول پیامبر صلی الله علیه و سلم برداشته شدن جهل را علم را گفتن، سپس این گناه ها را. پس وقتی علم برداشته می شود در آن خانواده همه نمود گناه ها، همه نمود مشکلی ها زیاد شدن می گیرد. برعکس خانواده که در آنجا علم است، خود مادر الکی از علم شریعت اول شده، سپس تا اندازه از علم دنیوی بخبر می باشد. و هر مادری که خودش از شریعت بخبر است پیش از همه حق هیچ یک نفر را ضایع نمی کند، هیچ یک نفر را بی آبرو نمی کند. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند طلب العلم فریضة على كل مسلم و این طالب العلم یستغفر له كل شيء حتی الحیتان فی البحر. بدانید که طلب علم کردن برای تمام مسلمان ها فرض است و حتی برای طالب علم، هر کسی که طلب علم میکند همه چیز طلب استغفار میکند که پروردگارا گناهی همین طالب علم را ببخش. و حتی ماهی ها در آب برای طالبان علم استغفار میکنند. در شرحش میگویند چرا محض همه چیز و حتی ماهی ها برای یک طالب علم طلب استغفار میکنند؟ سبب در آن است که طالب علم، هر کسی که علم دارد، حتی قدر جانورها را میداند، حتی قدر مورچه را میداند، حتی قدر ماهی های در آب را میداند که در حق کسی ظلم نمی کند و به کسی ضررش نمی رسد. برای همین حتی حیوانچه ها هم برای او طلب مغفرت می کند، کجا رسد به انسان ها. و خود از زندگی هم عزیزان، در بسیاری از عائله هایی که من شخصا شناس شدم، وقتی عائله هایی که در آنجا جنگ و خرخشه بین خوشدامن و عروس خیلی کم است، وقتی پرسان میشوم که سبب چی هست که شما خیلی با هم خوب هستید، یا عروس یا خوشدامن در آنجا گفتگی هستند که یکی از ما صاحب علم هستیم. و نفرانی که هر دو صاحب علم باشند یا عائله که در آنجا یک نفر صاحب علم باشد خیلی کم دیده می شود. از اون جنگ و جنجال هایی که تا خودکشی و تا تهمت و تا کار به سودیه و این چیزها می رساند، برای اون که در آنجا نفری هست که حق دیگران را رعایت می کند و با برکت همون نفر اون عائله در ثبات می ایستد. و حتی خواهری بودن، خواهری که
در مصر همراهشان بودم. گفتند من با خشتامانم سالها زندگی کردم، در حالی که خودم هیچ طلب علمی هم نکرده بودم و عموما یعنی بی سواد بودم، اما بین ما هیچ مشکلی نبود. وقتی پرسیدم سبب در چی است که مثل مادرتان صحبت میکنید، اول شده میگوید خشتامان من از علم شریعت تا حد باخبر بودن و یگان نفر را با غیبت به زبان نمیگرفتند. از طرف دیگر خودشان معلمه در مکتب میانه بودند که استاد زبان انگلیسی بودند. میرفتند درس میدادند، می آمدند نماز میخواندند، از ما عروس ها تشکر میکردند که خانه به دست شما هست، خوراک میپزید، هرچی از کار مرا آسان میکند. باز میرفتند صبح به کار. با همین در خانه ما مشکلی دیده نمیشد، برعکس خانه خواهرم که در آنجا همیشه مشکلی است، چون هر دو هم خشتامان هم عروس بی سواد بودند و هرگز با هم تفاوق نمیکردند. حتی به خاطر یک چاینک باشد، یک دستمال باشد، یک چیزهای عادی باشد، میتوانستند به جان همدیگر خیزند. پس این رو بدانیم که وقتی که عروس انتخاب میکنیم و گمان میکنیم که همون چالاکی او کافی است، سواد برای ما مهم نیست، بی سواد هم میشود. همه زنها با سواد نبودند، ماما و ماما بزرگ ما با سواد بزرگ نشدند، لیکن آنها 10 تا 20 تا فرزند بزرگ کردند و با شوهرشان هم خوب هستند. یک بار دیگر فکر کنیم که عزیزان، آیا قرآن کریم که میگوید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا نفرانی که میدانند و نفرانی که نمیدانند، نفرانی که با سواد هستند و کل مسئله های دنیا را با خرد خود نگاه میکنند و نفرانی که بی سواد هستند و پیش از عقل خود را استفاده کردن هوای خود را، عصبیت و غضبانیت خود را استفاده میکنند، اینها برابر هستند؟ و ما گفته میتوانیم که هیچ فرق نمی کند، با سوادش هم همین است، بی سوادش هم همین است. پس به مسئله سوادناکی و پیش از همه نگاه کردن به اینکه آیا این عروس یا این همسر من با سواد است و یا بی سواد است، بیاید جدیتر نگاه کنیم و شاید که از اینکه همسر شما بیماری جسمی داشته باشد، اگر بی سواد باشد، بی سوادی او به کرات خطرش زیادتر است از آن بیماری، برای آنکه بیماری شاید یک مدت پس از آن شفا یابد، اما بی سوادی یک نفر تمام عمر در او باقی میماند. برای همین امام احمد حنبل میگویند بدانید که خود علم از طعام هم برای انسان مهمتر است. انسان خوراکی که میخورد برای یک روز برای او کفایت میکند، همان روز او با همان خوراکش استفاده کرد و خورد، اما علم کل حیات شما را در بر میگیرد و علمی که شما یک روز خوانده اید تمام عمر دست شما را میگیرد. اکنون بیاید نگاه کنیم که البته که به کسی هم پوشیده نیست و این را یگان خیل تنبیه یا خود تحقیر خواهران نپذیرند. میدونیم که در جامعه تاجیکی خواهران سواددار خیلی کم هستند و از خودی سوال دادن، از خودی صحبت کردن، از خودی وقتی با آنها می نشینید که دیگر وقتی انسان به زبان آمد دیگر عیب‌های او هم برملا می شود، می فهمیم که سوادناکی در قسم زنها در ما خیلی کم است و سببش چی باشد؟ آره در مردها هم کم است، لیکن تا اندازه مثل زنها نه و خیلی کم پیدا می شود مادر با سوادی که اول شده وقتی فرزندش از مکتب می آید از او بپرسد که امروز چه درس خواندی، چه خیلی وظیفه هایت رو کرده توانستی، چه مشکلی در مکتب کشیدی. و یا خیلی کم پیدا می شود مادری که با دخترکی که 14 ساله و 15 ساله است نشیند و به او گوید که از پی مدهای جدید نشو، از پی این و آن نشو، از پی کتاب و درست شو، هر روز داری بزرگ میشی و اگر این عقل تو همین خیل خالی موندن گیرد، روز از روز مشکلی های تو زیاد شدن میگیرد. برای برطرف کردن مشکلی ها تو باید دست به کتاب شوی. این گونه مادرها خیلی کم هستند. و یا اینکه خوشتامنه که به پسرش بگوید که پسرم اول شده نگاه کن که یگان دختری با سواد را برای خود عروس گیری، ما عروسی بی سواد نمیخواهیم، برای عائله ما یک نفر سوادناک لازم است تا اینکه نبیره های من در دست مادری با سواد بزرگ شود، تا اینکه نسل تو با سواد بزرگ شود.
چنین نفرها هم خیلی و خیلی کم هستند. پس سبب چی است؟ سبب چی است که اینقدر در جامعه ما روز تا روز زنها دارند از علم عقب میمانند و حتی علم شرعی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة، طلب علم فرض است برای هر یک مسلمان مرد و زن. این سنت نیست، فرض است. کدام طلب علم؟ علمی که در زندگی شما برای واجب و فرضهای شما حتمی است. زن باید کلا درباره نماز باخبر باشد، درباره حیض و نفاسش باخبر باشد، درباره احکام شیردهی باخبر باشد، خرید و فروش که میکند درباره کدام تجارت ها حرام و حلال تا حد درباره پول حرام و حلال باخبر باشد. و زن باید اگر پول دارد درباره احکام زکات باخبر باشد، چون زکاتش را نداد گناهکار می شود. درباره روزه باخبر باشد. از این چیزها هم حتی بیخبر ماندن. یعنی خواهرهای زیادی هم هستند که حتی اون چیزی که برایشان فرض است یک کنار ماندن و حتی هرگز پشیمان هم نیستند که چرا چیزی که حتی برای من فرض است من آن را نمیدانم. کجا رسد به فرض کفایه درباره صاحب یگان کسب و هنر شدن که به کسی محتاج نشویم. پیش از همه عزیزان، شاید فکر من باشد، ولی بعد از اینکه نظر خود رو با بعضی از خواهرها صحبت کردم، با بعضی از نفرانی که صاحب علم هستند، در حقیقت میگویند اولین شده این اعتقاد خطا در مردم که علم را خاص مردها کرده اند. یعنی گویا که علم مال مرد باشد و برای زن حتمی نیست و این اعتقاد در شریعت وجود ندارد و گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم طلب علم را به زن و مرد فرض گفتند، فقط مرد نه، آن هم طلب علم فریضی را. اما در تاجیک ها همین اعتقاد وجود دارد که گویا که علم مال مردها هست. زن چی و خواندنش چی؟ زن اگر خواند و نخواند همان یک است، عقلش کم میماند. دختر چی و خواندنش چی؟ بگذار شوهرش خواند، بعد از این شوهر بگذار پدرت میخوانید. اصلا تو چی هست؟ توی کتاب چی هستی؟ و چه خیلی که گفتیم از خورده تو باید کار را یاد گیری، تو باید مناسبت با حیوان را یاد گیری، یعنی با بز و گوسفند و گاو و این چیزها نگاه و بین را یاد گیری. مناسبت با انسان را نه. گاو جوشیدن حتما باید دوشیدن گاو را زن بداند، با بز و بزغاله معامله را بداند. این چیزها را یاد میدهند. اما مناسبت با مردم که این اساس زندگی حیات است که بجز علم با یگان چیز این را از خود کرده نمیتوانیم. فقط انسان‌های باسواد، نفرانی که دست به کتاب و قلم میزنند، نفرانی که با اهل علم صحبت میکنند، آنها روش معامله را یاد میگیرند. پس اعتقاد خطا در جامعه، علل خصوص در مردها، سپس حتی در خود ما زنها، اینکه علم خاص مردها هست. برای زن کفایه است که شوهرش راضی باشد، کفایه است که خوشدامن و خسرش راضی باشد، کفایه است که تولد کند و فرزند بزرگ کند. در حالی که خرسند کردن شوهر از جانب یک زنی جاهل یا رضاگی خوشدامن و خسر را به دست آوردن یک زنی جاهل بیسواد و فرزندان خود را درست تربیت کردن یک زن جاهل بیسواد عزیزان محال است. نفر جاهل چه خیلی که گفتیم اول دشمن خودش هست. او حتی حق حقوق خودش را نمیداند، کجا رسد به دانستن حق حقوق دیگرها. و ما فکر میکنیم که گویا که علم اگر اومد این چیزها از بین می رود. و یکی از اعتقادی از حد غلط در ما این است که زن اگر باسواد شد زبانش درست‌تر می شود و این هم شاید فقط در جامعه تاجیکی باشد. برعکس این در دیگر کشورها میگویند هر وقتی که دانشت زیاد شد زبانت کوتاه شدن میگیرد، چون عقل تو زیاد کار میکند و دیگر زبان مجال برای کار کردن ندارد و برای همین اکثریت دانشمندان زیاد خاموش هستند. سکوت اساسی اخلاق دانشمندان است که حتی در برابر بعضی جهال هم ساکت میمونند و برعکس این نفرانی که هرچی ببخشید عقلشون کمتر است، سوادشون کمتر است، زبانشون دراز شدن میگیرد، در هر کجا زیاد صحبت کردن میگیرند. و بعضی نفرانی هم هستند که میگویند بدونید که وقتی انسان سواد دارد و بیسوادی خودش رو درک کند، انا در این وقت همیشه ساکت میموند. برعکس نفرانی که بیسواد هستند و گمان میکنند سواد دارند و همیشه زبان آنها دراز است. و
جای‌هایی هست که برای یک نفری سوادناک مثلا سخن داده می شود که صحبت کنید، اما از پیش خود زیاد نفری که زبانش رو دراز کردن میگیرد، هرگز فکر نکنید که این انسان خیلی باسواد است، برای همین هم آنقدر دارد سخن میکند. و این یک اعتقاد یا یک ضرب المثل خیلی غلط در ما هست که زنی باسواد نگیر، زنی خواندگی زبانش دراز شدن میگیرد، در همه جا به تو گپ گردانیده میتواند. یعنی مقصد از گپ گردانی حقوق خودش رو میداند. زنی که میگوید من با شوهری عرق خور زندگی نمیکنم، مردی که گناهی کبیره به دست زدگی من اطاعتش نمیکنم، من نمیخواهم زندگیم رو ویران کنم، این رو میگویند زبان درازی زن. پس این رو بدانیم که خود خواهرها هم خود زنها هم اول بدانند که هیچ نفر هیچ کس علم رو خاص مردها نکرده است. در هیچ جای نآمده است که علم خاص مردها هست و زنها نباید طلبی علم کنند. اگر چنین می بود اول شده پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین شاگردشان همسرشان حضرت عایشه نمی بود. برای آنکه عروه پسر زبیر که جیانی حضرت عایشه هستند میگویند من کسی رو مثل عایشه در خرد، در علم شریعت، قرآن و سنت، حتی طب و شعر یعنی در ساحه طب، مدیسین و ادبیات هم مثل عایشه ندیده بودم. در شعر خیلی عالی جناب بود، در طب گویا که یک طبیبه باشد که اکثریت بیماری ها درباره‌اش میدانست و معالجه‌اش رو میدانست. از قرآن و سنت که اصلا حرف نزنید، از بهترین ها بود که پس از مرگ پیامبر در مسئله هایی که صحابگان دیگر راهی حلش رو پیدا نمی کردن، دویده آمده می گفتن یا امه، ای مادرمان این چی است به ما بگو، که عایشه به آن فتوا می داد. پس اگر این فقط خاص مردها می بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم همسران خود را صاحب علم تربیه نمی کردن و این اعتقاد را کلا از خود دور کنیم که نه پسرم خواند می شود، شوهرم خوانند می شوند. و حتی خواهرانی هم هستند که در مکان زندگی میکنند که شرایط برای خواندن آنها مساعد است، میگویند نه من زن هستم، من نخوانم هم می شود، شوهرم خواند، همین برای ما کفایه است. در حالی که شوهر هم اجازه داده است، برای خودشان هم شرایط هست، نه باز خودشان به این اعتقادند که علم رو باید فقط مردها خواند، که این یکی از عموما اعتقاد غلط در جامعه ما می باشد. و چیز دیگر، شاید سبب دیگر که چرا زنها اینقدر بیسواد مانده ایستادند، هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ دنیوی، یعنی خیلی کم پیدا میکنیم یک زنی که از شریعت خیلی خوب باخبر باشد، حداقل خیلی خوب باخبر نباشد، هم اون چیزی که برایش فرض هست نترسیده درباره‌اش گوید و نترسیده به فرزندان خود آموزد. و از لحاظ دینی دنیوی هم یک زنی که عموما در یگان زبان آموزی، در یگان رشته هنری موفق باشد و دیگر هیچ ترسی در اینجا نداشته باشد. و البته اینجا برمیگردد از نامناسب بودن شرایط در تاجیکستان. چگونه که میدونیم همیشه داد و فغان از منبرها و از بالای کرسی ها هست که زنها با مردها حقوق برابر دارند، زنها رو ما نباید به پایانتر فراریم، آنها حق تحصیل دارند، حق کار دارند، اما برای تحصیل آنها و جز آن کوتاهی که اساساً برای دختران دیرکتوران و نفران ثروتمند گرفته می شود، برای آنها باید یک کمک پولی برای هر یک طالب علم یا هر یک استودنت دانشجو داشته باشند که آنها با آن زندگی کنند. و اگرچه بعضی دخترک ها صاحب کواتا می شوند، ولیکن برای 5 سال دانش آموزی در شهر که دخترک های دهات به اونجا می روند، یک مبلغ زیاده برای آنها لازم است. و جز این اون پاره هایی که به استادها می دهند و آن حق دانشگاه یا خود دگاواری که طبق شرطنامه باید به دانشگاه سپارند. و این شرایط برای یک دختر تاجیک در تاجیکستان وجود نداشت، هم وجود ندارد هم. برای همین فقط یک دو سه ثروتمندها دخترکان خود را دادند، یا 2-3 نفر مردکار بیچاره که با قرض و با عذاب دخترک خود را در آنجا میخوانند. اما مشکلی در آن است که بعد از 5 سال به جز این که در مشرف که راه نرود و یا در میدان پخت چینی نباشد و یا 2-3 چیزهای عادی که در خانه هم می شود یاد گیرد، چیزی دیگری به دست نمی آورد. و بدانید که
صاحب دانش شدن در شرایط حاضره فقط دانشگاه نیست و نفرانی که گمان میکنند به دانشگاه میروم و من صاحب دانش میشوم در عین زمان در تاجیکستان خیلی غلط است، برای آنکه دانش اساسی را انسان با کوشش خود با حرکت خود به دست می آورد. دانشگاه های امروزه ما باشد فقط همان یک دیپلم هست که آن را گرفته بعد از این هم باید با پاره به یگان جا صاحب کار شوند. اما مساعد نبودن شرایط، کمک نکردن برای نفرانی که طلب علم میکنند برای زنها، این همه سبب شده ایستاده است که سال از سال دارد خود سواد زنها پایان می رود و حتی در خود مصر که سالها در آنجا بودیم، خود کشور را همه کشور قشاق یک افریقا میشناسند، اما در هر یک تابستان در هر یک مسجد کورس های بی پول برای زنها، حتی برای پیرزنها گشوده می شود که می خواهید خطی عربی زبان خودتون را یاد گیرید، می خواهید قرآن کریم یاد گیرید، حتی می خواهید متماتیک یاد گیرید، بعضیا می خواهید تاریخ یاد گیرید، ما برای شما کمک میکنیم. یعنی استادهای معلمه های هستند که در مسجد پس از درس در دانشگاه، پس از درس در مدرسه ها آمده می نشینند و می گویند من معلمه هستم، می خواهم برای الله و دیگرها درس دهم، از آن چیزی که می دانم می خواهم زکات علمم را دهم. اکنون تصور کنید اگر در یکی از مسجدهای تاجیکستان یک خواهر با سطر رود و گوید که من در اینجا می خواهم برای زنها درس دهم، به جای اینکه غیبت در خانه نشینید با تلفن و با چیزهای دیگر شما مشغول باشید بیاید اینجا با هم درس میکنیم، چی بالای سر او نمی آورند که تو از خائنان هستی و دشمن هستی و چیزهای دیگر. پس این شرایط تعلیم برای زنها هرگز در تاجیکستان فراهم نیست، علل خصوص زنهایی که شوهر دارند، علل خصوص زنهایی که در خانه نشستند و بیکار هستند. اگر برای آنها هم یک دوره های علمی گشوده میشد، مثل خانه معرفت در ترکیه هم خیلی زیاد است، مکانهایی را با نام خانه معرفت میشناسند که برای زنها یک چند نمود کورس ها در آنجا باز است و از دوزندگی تا بافندگی تا آموختن زبان، یعنی تمام نمود زبان ها بی پول و فراهم هست. هر کسی که میخواهد در هفته یک بار دو بار، اون هم از جانب دولت مهیا شده است که در ما این چیز عموما وجود ندارد. و از چیزی دیگر هم در ما هست، یعنی سبب بیسوادی از حق نگذاریم و باید در وقتی گفتن هم عدل را رعایت کنیم. این تنبلی زنها، شاید تنبلی مادرزاده گوییم، شاید تنبلی خونی گوییم که در زنها تنبلی در یگان چیز پیدا نشود هم در طلب علم پیدا است. برای بازار به بازار گشتن و یک متریال یا یک لطه‌ای که همسایه ام خرید من هم باید بخرم، بعضی خواهرها آماده هستند 3 4 5 بازار رو در یک روز همش رو تگارو کنند، همش رو کافت کاف کنند، فقط به خاطر همون لطه، پوره لطه‌ای که 2 مترک هست و آن رو بخرم و بپوشم. و بعضی از زنهای هستند که به خاطر یک کلمه ناسزایی که از زبان ینگه برآمد یا از زبان خواهر شوهر برآمد، تا 1 هفته میتوانند از پی این گپ دوادوی کنند، به گفت خودمون چارو کنند، اینش رو بیارند روبرو کنند، اونش رو بیارند اثبات کنند، اما برای کتاب گرفتن وقت ندارند. من کودک دارم، کودک میده دارم، کجا من و کجا کتاب. یعنی برای همه چیز وقت پیدا کردن امکان دارد بجز خواندن کتاب، بجز طلب علم کردن، در حالی که الان دیگر عصر 21 هست. ما دانشگاه رو در درون تلفنمان پیدا کرده میتوانیم. ما استادی که بیا به تو من درس میدی هم آن هم بی پول گفته ایستاده است، 1001 سایت ها داریم. ما چیزی که جغرافیایی که باید کتابخانه به کتابخانه میگشتیم، با گشودن یک خریطه الان میتوانیم در یک روز درباره کل کشورهای دنیا یک معلومات پیدا کنیم. اما اینها را نیو از پی عموما قیل و قال، او گفت و من گفت و آن گفته است، از پی قصه های مردمی که هیچ فایده به دین و به دنیای ما ندارد از پی آن میگردیم و همین تنبلی و همین وقت خود را به جایهایی که برای ما دخل ندارد یا چیزهای کوچک توفی تماما به ارزش پوچ گذرانیدن، اما برای طلب علم نگذرانیدن سبب شده ایستاده است که سال از سال
دارد زنی تاجیک نه حق خود را میداند نه حق دیگران را میداند و شاید که مبالغه هم نباشد تا 10 نفر و 20 نفر گریه کنان زنگ میزنند که سالها من در همین گناه زندگی کردم، سالها مرا فریب کردند، سالها بالای من چنین ظلم بود ولی من صبر کردم، من تحمل کردم. سببش این که نمیدانستم و اینجا ندانستن خود شما البته که بالای شوهرم نیست، بالای پدر مادرم نیست، اول شده بالای خودتان است. سببگار و گناهگار خودمون هستیم که چرا برای محض خودم من یک وقتی را جدا نکنم تا اینکه مغز خالی که دارم پر شود، تا اینکه دنیای معرفت و معنویات من هم مثل خوردن غذا سیر گردد و دیگر به اشتباه های حیات نه خودم قدم زنم نه دیگران را به یگان حالت اشتباه قرار دهم. پس تنبلی در ما وجود دارد و وقتی که تنبلی را یکسو گذرانیدیم و وقتی خود را برکشیدیم و چیزهایی که به ما در حقیقت فایده دارد به آن نظر کردیم و چیزهایی که به ما هیچ فایده ندارد آن را فهمیدیم و شناختیم، انا علکه این اولین قدم برای سواد نوکی برای علم شروع می شود. بعد از این هر وقتی که چیزی خوندید علکه انسان خود از خودش هم خودش را دوست می دارد، هم از خودش راضی می شود و هم این آیت پروردگار است که خود پروردگار درجه نفرانی که صاحب علم هستند بالا می کند. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این بالا کردن قدر نفران علمدار هم در دنیا هم در آخرت خودی وعده پروردگار می باشد. پس تنبلی هم از حق نگذاریم سبب اساسی در قفا ماندگی بیسوادی ما هست که بیاید بالای تنبلی خود یک جنگ اعلان کنیم که من دیگر بالای تنبلی خود غالب می آیم و وقتی خودم را می گذرانم با آموختن علم و هر چیزی که برای من فایده دارد. و البته برای زنهایی که برای دخترک ها عموما در سبب بیسوادی گفتیم پدر و مادر هم اصل هستند. برای اون که پدر و مادری که به دخترک درباره اهمیت علم و برای مساعدت شرایط طلب علم کردن پدر و مادر کوشش نکنند، کودک از پیش خود یک پیامبر نیست، یک فرشته نیست که نشیند و دست به کتاب شود. البته چون این کودک ها خیلی نادر پیدا می شوند، کودکی که اگرچه پدر و مادر او را خوان نگوید هم میخواند، پدر و مادر از اهل خیرت نباشد هم او خواندن را دوست می‌دارد. خیلی نادر چنین نعمت بی‌بها به بعضی از پدر و مادر نصیب شده است. اما معمولا برای اینکه دخترچه صاحب علم شود، دخترچه سوادناک شود، حتما دست پدر و مادر در آنجا وجود دارد که بجای خیلی که گفتم کار را یاد بگیر، پختن را یاد بگیر، شستن را یاد بگیر، که شستن و پختن خواه و ناخواه می شود. کارهایی هست که هر یک ابله هم کرده می تواند و علل خصوص در زندگی حاضره که هم تکنولوژی ها همه کار ما رو کرده ایستادن، اما مغز ما رو ما با حرکت خود پر میکنیم. برای همین پیشتر هم گفته بودم که با یک چند از همکورسانی که در دانشگاه با هم بودیم از مالزیا و اندونزیا و از تایلند وقتی پرسان می شدم، آنها می گفتن ما بعد از شوهر کردن پختن رو یاد می گیریم. من خوراک پختن نمی توانم، پس از شوهر کردن بعدن یاد می گیریم، اما تا آن همیشه علم آموزیم. برای آن که اولین سوالی که خواستگار از دخترک های ما می کند کجا رو خونده است، چی رو خونده است، و دخترک بیسواد این یک ننگ است که هیچ مرد نمیخواهد با او ازدواج کند. و برای همین در همه کشورها علل خصوص کشورهای عرب از ساحه طب شروع کرده تا علومهای شرعی پر از دخترهای مسلمانی مالزیا و اندونزیا و تایلند است. و چه خیلی که گفتم میگویند اگر من با آنها قصه کردم که در ما خوردن و تازه کردن و رفتن مهم است، سواد مهم نیست، خیلی خنده میکردن که چیزی که در یک روز انسان میتواند یاد گیرد، یعنی رفتن همون پختن، این رو به آن آمیخته کن پس خور. اما این برای این وقت زیاد میرود، پس برای چه شما وقت اساسی خود را به علم نیو به این چیزها صرف میکنید که در حقیقت حق دارند؟ چه خیلی که گفتیم در یک ماه هم میشود این کارهای عادی را انسان یاد گرفت و اگر نکرد هم با یک آنقدر به مشکل جدی روبرو نمیشود. خانه که اونقدر خوراک با لذت نیست و از این چیزها. اما بیسوادی در حقیقت آفت است، جهل است و بیسوادی یک بلای هست که به هر جایی که بیسواد رفت آنجا به یک
مشکلی گرفتار می شود. و یکی سبب های دیگر عزیزان، البته خیلی که گفتم برای دخترک هایی که هنوز شوهر نکردن، پدر و مادر هستند که شرایط فراهم نکردن. اما برای زن هایی که شوهر کردن، خیلی زیاد عائله های هم هستند که محض شوهر به جز این که دستگیری نکند میگوید اگر خواندن را انتخاب کردی طلاقت را میدهم. حتی بعضی برادرهایی که خودشون از علم و از شریعت و از دیگر روشن فکری صحبت میکنن، نترسیده میگوین من زنی باسواد نمیخواهم، من نمیخوام زنم به دانشگاه رود. خیر معلش، برای دانشگاه اجازه ندید، در خانه چه؟ در خانه هم اجازه نمیدیم. من نمیخوام اصلا زنی من باسواد باشد و همون قصه پیشتره اجدادی که زبانش درازتر میشود، یعنی از آن ترس دارم که زنی من باسواد شود و عیبهای مرا پیدا کند و خطاگی های مرا برویم گوید که کبر غرور من این چیز را قبول ندارد. و این گونه مردها خیلی زیاد هستند، مردهایی که راست به پیش همسر خود می ایستند و میگویند تو درس نمیخوانی. و حتی بعضی خواهرها میگویند در گروه های درسی که شما دارید وقتی اشتراک میکنم، همسرم تمام تلفن های مرا سیاه میکند و ایران میکند که به این گروه ها داخل نشد. سبب این است که من نمیخواهم با سواد شوی، یعنی با این گونه انسان ها همراه شوی. عجیبش این است که برای آنها هیچ باکی ندارد همسر چندین ساعت نشیند و غیبت مادر همان مرد را کند، غیبت خود همان مرد را کند، به خاطر یگان خطاگی همان مرد با یگان رشک احمقی خودش رو حتی به کشتن دهد. این باکی ندارد. اما کتاب خواندن زن، با سواد شدن زن برای آنها یک خنجری هست که به این تحمل ندارند. پس اینجا مردهای هم هستند که در حقیقت پیش راه همسر خود رو میگیرند و گشته و برگشته باید بگوییم که شما نمونه رو از پیامبر الله گیرید، نه از بعضی دوستان جاهل که انا فلانی همسرم اگر خواند این میشود و آن میشود گویان یاد داد، انا مادری من تمام عمر به دست کتاب نگرفته بود و اطاعت شوهرش رو میکرد. عزیزان، اطاعت حقیقی، اطاعتی که در حقیقت یک زن قدر شما رو میداند، در نبودن خیانت نمیکند، از پشت سرتون غیبت نمیکند، قدر فرزندان شما، مادر شما، پدر شما، خواهر شما رو میداند. از بیسوادان این چیز را نباید انتظار شد. و پیامبر الله پیش از همه اولین چیزها را به همسران خود یاد میدادند و حتی در این باره حدیث در صحیح بخاری هم هست که وقتی از خواب بیدار میشوند سبحان الله گویان که امشب چه فتنه های نازل شد، میگویند شتاب تمام همسران مرا بیدار کنید، آنها باید از خوابشان بخیزند و نماز خوانند و استغفار کنند، باید من از این حادثه که در خواب دیدم به آنها خبر دهم. و در شرحش در فتح الباری هم میگویند پس شوهر اولین چیزها رو، مهمترین چیزها رو عالم هستی، اول از فرزند و همسر خود شروع کن، بعد به دیگران یاد ده تا اینکه اهل بیت خود رو نجات دهی. و خیلی که گفتیم خیلی از مسئله عموما نامردی هم گفته می توانیم، یک نفر را از حقوق خودش به حقوق کردن هم گفته می توانیم. و عموما نوجوان مردی هست که مرد به آن سبب شود که زن جاهل بماند و به یگان چون و چرا هر زنی که می خواهد آن چیزی که فرض است آن را آموزد، مثل درباره هر چیزی که برای او فرض است، مثل عبادت هایش یا بعضی معامله هایش، و مرد پیش راه او را می گیرد، در اینجا رضاگی مرد حتمی نیست، چون آن زن فرض خود را آموخته ایستاده است. اما چیزهایی که مستحب و سنت و دیگر فرض کفایه است، البته رضاگی شوهر حتمی می باشد. پس اینجا سبب ها رو خیلی که گفتیم، تنبلی زن ها و شرایط رو مساعدت نکردن حکومت و جایی که زندگی میکنند، اعتقادی غلط به اون که علم این مال مردها هست و این چونین خودی کار و بار زیاده که زنها دارند سبب می شود که زن بی سواد ماند. برای اینکه یک زن را تربیه کرد و صاحب علم کرد و آن زن فایدهش را به کل جامعه رساند و در آغوشش در حقیقت شیرمندان جسور و دخترهایی که از هیچ مشکلی های حیات نمی لرزند بزرگ کند، برای این یک چند مرد باید خودش را فداکاری کند. اول شده پدری همان دختر، سپس شوهری همان دختر، سپس دیگر اطرافیان از برادر و از تقا و عمو و اینها که باید دست گیرند و جایی
جای اینکه دختر چی و خواندنش چی گویند، گویند که نه، کوشش کنیم کمک کنیم همین دخترک خواند، برای اون که علمی که این زن میگیرد برای خودش نیست، برای جیل، برای آینده و ملت و جامعه و فرزند، بالای فرزند، نبیره بالای نبیره این بردوام رفتن میگیرد. و بعضی از علما میگویند حتی طلب علم کردن و باسواد شدن بالای زنها مهمتر است از مردها، برای اون که مسئولیت فرزند بزرگ کردن را خودی شریعت بالای مادر گذاشته است و مادر برای اون که مربیه خوب باشد حتما باید باسواد باشد، وگرنه مربیه بیسواد بجز بیسوادی و جهل چیزی دیگری به فرزندش نمیدهد. و این بود عزیزان مسئله یا برنامه‌ای که امروز برای شما آماده کردیم و بیایید ببینیم که چه سوال‌ها در اینجا آمده است و در رفت سوال‌ها به بعضی از چیزهایی که در برنامه ذکر نکردیم انشاءالله اشاره می‌کنیم. سوال اول: نگران و انتظار بودن در همه کار به اجازت شوهر زن را دستنگر و غلامطب می کند. برای همین زنهای مسلمان عقب مانده اند و اندیشه مستقلشان کم است. مگر همتون است؟ پیش از همه بدانید که این چیزی که گفته ایستادید خاص زنهای مسلمان نیست، زنهای تاجیک گوید. برای اینکه با زنهای مسلمان علل خصوص زنهای عرب من سالهای زیاد بودم و در مصر برابری هر یک مرد تحصیل کرده زنی تحصیل کرده پیدا میکنید. اگر 500,000 دانشجو در یک سال از هر فارغ التحصیل شود 250,000 نفری آن دختر است. یعنی هر یک خانه، هر یک پدر و مادر برابری پسر خود را به خود تعلیم و به علم آموختن فرستادن، دختر خود را هم میفرستند و این چیز در تاجیکستان ما هست، در تمام دنیا این چیز وجود ندارد. آره در مثلا کشورهای خلیج فارس گفتیم مثل قطر و دیگر امارات و اینها زنها تحصیل نمیکنن برای اون که خود زنها نمیخواهند. زنها خیلی از حد بای هستند یا ثروتمند هستند و خودشون هوس درس گرفتن ندارند. ولیکن در خود مصر، در سوریه، حتی در لیبیا، در لبنان، در این کشورهای عربی مسلمان نشین زنها برابر مردها میخوانند و خیلی کم است مردی که به زنش بگوید تو دانشگاه نمیخونی و خیلی زیاد هستند زنهایی که میگویند من دانشگاه رو بعد از شوهر کردن تمام کردم یا من شوهر کردم و سپس به دانشگاه شروع کردم. این در تاجیکستان است که خیلی که گفتم اگر تو درباره علم صحبت کردی طلاقت رو میدهم، یا من یا طلب علم، یا من رو میگویی یا کتاب خواندن رو. حتی مردهایی هستند که در درون خانه از طریق کامپیوتر یا تلفن درس خواندن رو برای زن خود اجازه نمیدهند، با اینکه نمیخواهم زن من باسواد شود و خطاگی هایی که تا امروز من به او ثواب نشان میدهم اون رو پیدا کند. و این چیز البته که عقب ماندگی یک نفر رو غلام خود کردن، فکر یک نفر رو چه خیلی که من میخواهم همین گونه باید باشد گفتن در مردها وجود دارد، اما در کل مردهای مسلمانی اکثریتش متاسفانه در مردهای ما وجود دارد که گویا که ما میخواهیم برابر زن را صاحب شدن، عقل و فکر و کلیات او را صاحب شویم و هر چیزی که ما میخواهیم مثل ربات همان گونه باشد. سوال دیگر: اساساً مردکای تاجیک تنگ نظرند و به زن و دخترهای خود حق پیشرفت نمیدهند. برای مردکای تاجیک زن و دخترش 4 تا گپ از اسلام داند و گپش را نگرداند سرش خم باشد. تپک زده تواند و گاو جوشیده تواند شد. و این گپتون 100% راضی هستم، چون این مردها خیلی زیاد هستند. چگونه که گفتیم برای من سر خم لازم است، برای من زبان لازم نیست، هرچی خواندی زبان درست می شود، در حالی که خیلی که گفتیم کلی علم هم اثبات کرده است که مغزی که خالی است خیلی زیاد زبان حرکت میکند. برعکس سکوت مال نفرانی هست که مغزشون پر است و سوادناک هستند. در تاجیکستان چه پسرها دخترها نغز میخوانند، کمی باشد هم دخترها باسوادترند از پسرها. این فکر من درباره خواندن و نوشتن است. باز این است که
کار یادگیر خواندن در کار نه خواندنت که هیچی نمیشوی میگویند. آره در خودی صنفای پایانی از یکم صنف تا در مکتب هم دیده میشود که پسر بچه ها که دیگر با شوخی و دوتاز مشغول هستند، دخترچه ها زیادتر اهمیت به درس میدهند. اما این دیگر دخترچه هایی که اینقدر با شوق خواندن رو شروع میکنند، کمی بزرگ شدن، کمی به سن بلوغ رسیدن، دیگر شمعها خاموش کرده می شود و به آنها گفته می شود که کتاب و دفتر را یک سو گذار، به دست جارو بگیر. کتاب و دفتر را یک سو گذار، برو از پی گاو و بز و بزغاله شو. علل خصوص در تاجیکستانی که اکثریت در دهات زندگی میکنیم و دیگر فکر خواندن و هوس امین دخترچه ها هم خود زن ها هم باید این محبت خواندنی که در قلبشان هست نگذارند کسی آن را خاموش کند. سوال دیگر، زن نمورد به تبر زن گفتگی مقاله رو شنیده اید؟ آن رو شنیدم. با همین مقاله شعار کردن زن در جامعه ما چه خیلی پیش می رود؟ آره این در افغانستان هم هست. به قریب با خواهری از افغانستانی صحبت کردم، او میگوید در افغانستان چنین مقال وجود دارد که اگر زن رو نزدی انسان نمی شود. در ما اگر نمورد با تبر زن هست، در آنها اگر نزدی انسان نمی شود، که البته این از جهل و جهالت کوهی ما هست، نه در شریعت از این گپ وجود دارد و نه از جای دیگر، که با همین چیزها دیگر زنهای ما و کلتک خوردن عادت کردن میگیرند و میگویند این شعار مردهای تاجیکستان است. برای پیشرفت زنها در علم و معرفت باید یک فتوا صادر کرد که برای علم آموختن، کارهای علمی بردن و دعوت اجازه شوهر لازم نیست و شوهر حق ندارد زنش را از علم آموختن علم دادن باز دارد. اگر چنین نباشد دانسته می شود خود اسلام ضد پیشرفت زن و علم آموختن زن است. درباره فتوا پیش از همه مسئله فتوا دادن این مسئله عادی نیست که مثل ببخشید فتواهای حاضر مساجد تاجیکستان هر چی خواستیم فتوا دهیم. فتوا را حتما باید از مرجعش از قرآن یا سنت یا قیاس یا اجماع علما صادر کرد. و البته چه خیلی که گفتم به این همه علما اتفاق هستند که هر چیزی که برای زن فرض هست مرد نمیتواند پیش راهی آن را گیرد و علمی که برای زن فرض است و آن را داند، مثل زنها درباره حیض و نفاس باید بدانند، درباره روزه بدانند، اگر تاجر هستند درباره تجارت بدانند، درباره حلال و حرامی که در اطرافشان هست بدانند و این چیز یگان مرد حق ندارد که اینها را نخوان گوید و اگر نخوان گوید هم زن میتواند به اجازه شوهرش خواند. اما مسئله های علم های کفایه که زن اگر نخواند هم میشود یا حتمی نیست که او داند، در این باره حتما رضایت شوهر حتمی است. ولیکن زنی که برای طلب علم خود را میگوید من شوهر نمی کنم و مدت طلب علم میکنم، به این هم حق دارد که هرگز گناهکار نمی شود و حتی بعضی از علما زنهای عالمه رو هم پیدا کرده می توانیم که طول حیات خود مجرد بودند به خاطر اینکه میخواندند و تعلیم میدادند و برای علم خودشان را سپاریده بودند. درباره اسلام باشد، من از خودم مثال می آورم که من اقتصاد نمی دانستم، فقط نماز و روزه را می دانستم. روسیه آمدم، دیده گوش کرده کمی باشد هم یاد گرفتم. در تاجیکستان شرایطی فهمیدن درباره اسلام نیست. من از اینترنت بسیار چیز را فهمیدم. احسن برایتان که اینترنت را برای طلب علم شما صرف کرده ایستادید و چه خیلی که گفتیم در شرایط حاضر عزیزان حتمی نیست به دانشگاه رویم، حتمی نیست از این کشور به کشور دیگر هجرت کنیم. اینترنت هست، در داخل اینترنت تقریبا اکثریت علم ها را پیدا میکنید، اما نباید گوگل باشد، یعنی نباید استاد شما گوگل باشد که هر چیزی که با گوگل نوشتید اون را قبول کنید. در اینترنت هم یک استادی که شما او را شناختید، ترجمه حالش را خواندید پیدا کنید و اکثریت استادها شکر پروردگار برای طالب علم یک سایت های آماده کردن، از آنجا طلب علم را شروع کنید. اما هر چیز رو با گوگل نوشته پیدا میکنم گفتید، اکثریت با همین کارشون خیلی به خطا دست داده ایستادن، برای اینکه همه چیز رو در گوگل پیدا کرده نمیشود. علل خصوص بعضی نفرها هست چیزی که برای خودشون مناسب است و خودشون قبول دارن، فقط اون رو در اینترنت وارد کردن. سوال دیگر، دخترانی با استعداد و با اندیشه و ذهنشان خوب قربان رشک‌های بی‌معنی پدر و برادر و شوهرانشان میشوند. به این فکر من شما چی نظر دارید؟ پیش از همه آره، دخترهایی هستند که در حقیقت
ذهنشان خوب است، تحصیل میخواهند، لیکن شوهری بدرشک و یا پدری بدرشک دارند. اما عکسش رو هم گوید چرا پدر و چرا شوهر چرا برادر برای دخترک رشک میکند. اگر شرایط حاضره تاجیکستان رو گویم، از کجا رشک نکند یک مرد به اینکه دختری او اطلس میپوشد و در دستگل به پیشواز کیمکی ها میبراید؟ از کجا رشک نکند یک مرد به دخترکی که به دانشگاه با یوبکه های تا زانو می رود و اگر او با حجاب رفت و گفت من عفتم را می دارم، او را به دانشگاه راه نمی دهند و میگویند یا با اطلس تنگ بیا یا با مینی یوبکه های سفید و سیاه بیا. البته شرایطی که برای دانش آموزی در تاجیکستان قانونی کرده اند، این شرایط برای یک مرد با وجدان غیور عموما مساعد نیست و هیچ مردی نمیگوید که من اجازه نمیدهم تو بروی در این دانشگاه هایی که در آنجا با گل دست هر یک مرد رو با تعظیم کنان و سرودخوانان و رقص کنان پیشواز میگیرند و آنجا بروی. اما اگر دخترک به خانه استاد رود یا اینکه در اینترنت از استاد درس خواند، به این چیزها اگر رشک کرد، البته که این رشک‌ها همه اش دیگر ظلم است بالای زن. زنی بیسواد فرزندی بیسواد تربیه میکند. برای همین جامعه ما هم مردیش بیسواد و هم زنکویش. به گپتون 100% موافق هستم و سبب بیسوادی و روز از روز پستی جامعه علل خصوص نورسان، شاید شما هم در اینترنت بینید یک دانش آموز، یک طلبه صنف 11 درست درباره یگان شاعر صحبت کرده نمیتواند، 5 تا 6 تا جمله درست را گفته نمیتواند. سببش بیسوادی هم در ساحه معارف، هم در خانواده، هم در زنها می باشد. بسیاری از مردان حتی برخی از سوادناکشان هم در مورد کار و آموزش زنان یک بیت فردوسی را میخوانند: زنان را همین بس بود یک هنر، نشینند و زایند شیران نر. با همین گپ ها چه خیلی زنها پیش میروند. البته که شاید اگر فردوسی می بودند درستتر میپرسیدیم که معنای این شعرشان چی است. شاید مقصد آنها این بود که کودک را تنها گذاشته به کار بیرون نروید، شما فرزند را بزرگ کنید. ولیکن حاضر مردها لیکن برای یک شعر را تولد کردن و یک فرزند جسوری مثل شیر بزرگ کردن، حتما مادر هم باید یک خصلت‌های شیرزنانه داشته باشد، یک سواد داشته باشد، خرد داشته باشد که جسارت را آموزد. اما مادری بی سوادی که به هر یک مشکلی های کوچک میتواند خودش را به دریا غرق کند، میتواند یک چند روز اعتصام غذا کند و خوراک نخورد، میتواند با همه جنگ و جنجال کند، از کجا او میتواند یک شیر نر را تولد کند و دیگر بزرگ کند؟ اپا جان چرا شما با سیما برآمد نمی کنید؟ حالا با همین سوال جواب دهید. من میفهمم که شوهر، پدر یا برادر شما تا چی حد روشن فکر و جانبدار علم و معرفت و باسوادی زنان هستند. پیش از همه سببی با سیما برآمد نکردن من به روشن فکری نه، این به امنیت تاجیکستان وابستگی دارد که بجز عائله من به عائله شوهرم هم خیلی در آنجا خطر دارد. اولش سببش این ناامنی است. سبب دیگر در مسئله سیما و زن متاسفانه در بین علما اختلاف است که بعضی از علما میگویند احتیاطاً اگر به سیما برآمدید بهتر است، که بعضی دیگر اجازه میدهند و برای همین تا همین درجه که من با شما هستم به این هم نه همه روشن فکر، نه همه شیرمرد، نه همه مردهای جسور اجازه میدهند. چه خیلی که دیده ایستادید یک کفت و کف کنید که چند زن در شرایط حاضره من با همین شرایطی که من برنامه برده ایستادم، آن هم در رادیوی پیام یا در سایت پیام، کدام مرد به زنش اجازه داده ایستاده است؟ اپا جان الله از شما راضی باشد. من خیلی چیزها رو از شما آموختم. این برنامه شما رو من به همه دوستانم میفرستم. ما عائلوی مخلص شما هستیم. کاش از نزدیک بار شما رو میدیدیم. سلامت باشید. برای مهربانی و لطفتان و پروردگار از نزدیک دیدن را نصیب کند و با رقم های تلفن ما که میتوانید از کارگران گیرید، انشالله میتوانید با ما هم صحبت شوید. سوال دیگر: 70% مردم تاجیکستان قشلاقی هستند. کار و بار قشلاق زنکا را از خواندن دور میکند. بیچاره دخترها تا تمام کردن مکتب به کار و صحرا عمرشان خزان میشود. شوهر کنند شوهر غلام کرده میگیرد. همین خیلی سیانه 100% گپتان درست. و به این علاوه کردم که متاسفانه ما معامله کردن با گاو و گوسفند و با جارو و دیگر تخته و کولیز رو به کودک ها مهمتر میدانیم از به دست کتاب گرفتن و معامله رو یاد گرفتن با مردم.
اساسا همین مولا بچه ها خودشان علم فرض به همه مسلمان زن و مسلمان مرد میگویند، اما زن و دخترانشان را از خانه برآمدن نمیمونند. شما اکنون به این چی میگویید؟ من نمیدونم شما کدام مولا بچه را در نظر گرفتید. شاید آنها هم از مولا بچه هایی باشند که سواد ندارند، وگرنه تا حدی که تا همین روز با خبر هستم اکثریت اطرافیان ما بچه هایی که از علم شریعت با خبر هستند و اصطلاح تاجیکی مولا بچه ها همشون کوشش به آن هستند که همسرانشان هم با سواد باشند، چون این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. و آخرین سوال عزیزان، اپا جان التماس همین سوال مرا جواب دهید. در اسلام سختگیری نسبت زن زیاد است، محدودیت ها زیاد است، برای همین زن مسلمان پیش نمی رود. از اول پیدایش اسلام تا حاضر زن باسواد در علم معاصر در عالم اسلام انگشت شمار است. حالا در جهان از اول اسلام تا حاضر زن پیشرفته دکتر و پروفسور کم است. همین شکایت را کنید در حال میگویند که فلان زن مسلمان حافظ قرآن بود، فلان محدث بود، فلان مفسر بود. مگر نمی شود که به زنهای اسلام حق دهند که علمشان را تا آخر دوام دهند و هر کی به این خلل رساند مجازات شود؟ پیش از همه با اینکه محدود است راضی هستم، اما این محدودیت فقط گناهش به اسلام و سختگیری نیست، گناهش به یک مادر است. شما مثال زنید یک زن را یک زن کودک بزرگ میکند، حامله دار میشود، شوهرش هست، کار خانه، پخت و پز، بازم این دانشگاه رو تا آخر دوام کردن و در ساحه خود رو مثلا در دکتری و این چیزها برای خود گرفتن برایش خیلی مشکل است. برای همین هم این همه کارها سبب می شود که زن همه این کار رو یکسو گذاشته علمش رو به پیش برده نتواند. و اکثریت زنهایی که در ساحه علم خیلی پیش رفتن میگوید در مثلا عالم غرب یا غیر مسلمان ها یا شوهر ندارن یا فرزند ندارن یا از بحر عائله گذشتن. و اما برای یک زن که این رو از تجربه خود میگویم، هم مادر، هم مربی، هم تولد کردن و بارداری، هم اطاعت شوهر و خانه‌داری و بالای این به دانشگاه رفتن و طلب علم رو کامل کردن سنگین است که یک جهاد، یک جسارت و عموما بیخوابی و چیزهای زیادی دیگر طلب میکند که نه همه زن از عهدهش میبراید. و این بود عزیزان برنامه امروزه. با امید اینکه اصلاح شویم و همه با هم، خیلی که گفتم برای باسواد شدن یک زن خودش کافی نیست، شوهرش، برادرش، پدرش، همه اطرافیان باید کوشش به خرج دهند. با هم دست به دست دیگر خواهران را، مادران خود را به پیش بریم. شمایان را به الله می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.